خیلی بازیش حساس، خیلی نزدیک. عراق چقدر نمایش خوبی داشت. افغانستان آقا من تبریک بگم بهشون، خیلی علاقه‌مندم. من مجید مرتضی خیلی ارتباطمون خوب بود تو اونجا. سرمربی تیم ملی افغانستان هموطنمه. مجید مرتضی ایرانیه. عشق کردیم، همه تیم ملی وایساد، اینا اومدن تو هتل واسهشون دست زدیم. آقا معذرت میخوام، ما چرا اینقدر دنبال خارجیاییم؟ همه مربیای بزرگ نتونستن نتیجه بگیرن. 2 تا مربی ایرانی، یکیش اول شد، یکیش تیمو برد جام جهانی. جفتشون رفتن جام جهانی. 7 تاشون تو لیگ ایران بازی میکردن. بله. حالا البته کمتر شدن. مجید مرتضی تیمش خیلی جوان بود. 2 تاشون الان اسپانیا میخوان. واقعا از همین تیم افغانستان. تبریک بگم واقعا به تیم ملی فوتسال افغانستان، چون خیلی خیلی پیگیر زیاد داره. همزبونمونن. بله. تاجیکستان هم همینجور. 3 تا فارسی زبان داشتیم. 3 تا فارسی زبان رفتن جام جهانی. من همین